دومین جلسه‌ای که خدمت اوستا هستیم. اولین جلسه فکر می‌کنم پارسال بود. بعد 13 جنگجوی تاکاشی میکه بود. اوستا همیشه فیلم‌های سخت انتخاب میکنه و من خیلی یکی از این عادتاش دوست دارم، اونم اینه که ماهیت سینماتیک رو خوب میشناسه. یعنی توی انتخاباش همیشه اینو مد نظر قرار میده که خب سینماتیک قرار فیلم‌های تقریبا مهجوری که کمتر کسی میره سراغشون رو بررسی کنه. یعنی اون چیزی که هانری لانگلو توی فرانسه اومد چیز کرد. ولی خب نه، بعضی ها هستن که خود نگاه تجاری دارن، ولی اوستا اینو چیز میکنه و خیلی خوبه. فیلم هایی که کمتر راجع بهشون نوشته میشه، کمتر راجع بهشون خونده میشه و بحث درباره‌اش هم قاعدتاً سخت‌تره، به خاطر اینکه ما راجع به یه مطلب وقتی میخوایم بنویسیم مطالب دیگران رو میخونیم، شاید یه جرقه‌ای شکل بگیره، ولی سراغ فیلمایی میره که 0 کیلومتره. یه عذرخواهی کنم، فیلم امروز رزولوشنش 720 بود. ما معمولا 1080 بلورای پخش میکنیم، ولی خب نسخه خوبی من پیدا نکردم. همین نسخه ساب تایتل هاتسابی بود که بامداد نادری عزیز زحمت کشیده بود و ترجمه کرده بود که از ایشون هم ممنونیم. یه توضیح بدم که فیلم فردا هم همینطوره، یعنی آناتومی سقوط نسخه 1080 هنوز ازش ریلیز نشده و نسخه 720 رو قاعدتاً پخش میکنیم، چاره‌ای نداریم. اوستا راجع به فیلم صحبت میکنه، منم اگه سوالی داشتم ازش میپرسم، بعد بریم سراغ تماشاچی‌ها. میکروفون میاد، پینگ پونگیش میکنیم. ما دوست داریم شما شرکت کنین، حتی اگه فیلم رو دوست نداشتین خواستین پرشی چیزی بدین، برای ما همون هم خیلی جذابه، چون معمولا اینجور فیلم‌های سخت و خیلی گارد میگیرن و اینا. شروع کنم اوستا جان. ببین، نکته‌ای که برای من جالب بود، اتفاقا من اصلا به این خاطر پیشنهادش کردم که تقریبا 1 ماه پیش کل فیلم‌های گرند ریو رو دوباره دیدم. دقیقا دورانی هم بود که فیلماش رو من اولین بار دیدم که تازه مثلا ارشد سینما قبول شدم، با یه دیدی رفته بودم که خب این مدل فیلم‌ها خیلی فرق داره با فیلمایی که مثلا تو دیوید بوردول میخونی یا تاریخ سینما میخونی یا حتی مثلا فیلم‌های تاریخ سینمای تجربی رو میخونی و بعد یه دفعه مثلا با این مدل فیلم‌ها مواجه میشی. چون اتفاقا اخیراً دارم در رابطه با سینمای جستار مطالعه میکنم و حالا معانی مختلفی که داره. مثلا هر فیلم دیگه‌ای بود اگر میخواست یه کاراکتری رو معرفی بکنه، معمولاً کاری که میکنه میگه این شخص این است، این فعالیت ها رو داشته و بعد حالا ممکنه یه کاتی بخوره، ما خود شخص ببینیم یا اصلا شخص هم نبینیم، آثارش رو ببینیم بره. ولی یه نکته‌ای که این دفعه من فیلم رو میدیدم برام خیلی جالب بود این بودش که فیلمساز کاملا اینطوریه که قاعدتاً مخاطب میدونه مساعده چی کیه، در صورتی که من فکر میکنم حتی مثلا فیلمبین‌های خیلی حرفه‌ای سینما این آدمو نه اینکه نشناسن، میشناسن، ولی معمولاً به عنوان نویسنده همکار اوشیما یا مثلا نویسنده همکار واکاماتسو معروفه، چون به قول خودش یک دفعه وسط دوران دانشجویی و اون انقلاب و دقیقاً اون دورانی که همه جای دنیا بود، تو ایران بود، توی ژاپن بود، تو فرانسه بود، این آدم یه دفعه کلاً همون چیزی که تقریبا ما تو وسط فیلم نمیبینیم، یه دفعه میگه که من رفتم و محو شدم و واقعاً همین اتفاق میفته. یعنی چند تا فیلم قبلش خودش ساخته ولی میرن کلاً لب مرز و اصلا اون دورانی که دارن اتفاقاً به موضوع امروز هم میخوره، میرن سراغ مثلا مسئله فلسطین و دیگه هم بر نمیگرده. یعنی تو 20 سال اصلا کسی پیداش نمیکنه اونطوری که تو خب مثلا در نظر بگیر هر کس دیگه میخواست یه همچین فیلمی رو بسازه قاعدتاً مثلا میرفت اون محیط یا سعی میکرد اون محیط رو نشون بده. ما اینطوری نیست، یعنی اصلا اینجا این مدل نیست، اینجا کاملا مدل سینمای گرند ریوه. یعنی حالا اتفاقا یه چیزی که میتونم بهش ارجاع بدم یه کتابیه که گریگ هاینج نوشته در رابطه با سینمای گرند ریوه که حالا بهش حتما میپردازم چون فکر کنم اون خیلی بهتر توضیح میده. ولی کاری که گرند ریو میکنه اینجا تقریبا شبیه فیلم‌های اخیرشه. یعنی ما یه دوربین رو دستی رو داریم که کاملا بعضی وقتا ممکنه صحنه‌ای رو نشون بده که اصلا ممکنه مخاطب رابطه مستقیمش رو متوجه نشه در نگاه اول. این از تصاویر. صدا کاملا چند حالت داره. ما یک صدای خود آداچی رو داریم، صدای آداچی رو داریم که همزمان با خود تصویرشه، چون صدای اولی همزمان با تصویرش نیست، یک من جدا از تصویره.
یه صدای سومی داریم که گرندریو خودش یه دفعه میاد مثلا نهایتا 10 تا جمله رو میره. یعنی این مدلی هم نیستش که بیاد توضیحات خیلی عجیب غریبی بده، میاد مثلا توصیف صورت آداچی رو میکنه، میاد مثلا یکی دو تا مثال میزنه از افکار آداچی که حالا ممکنه بهشون هم یه برگردیم یا برنگردیم. یعنی میخوام بگم کلا مدلی که داره با، حالا اگر بخوایم اسمش رو، چون حالا برنامه مستنده، اسمش رو مثلا مستند پورتره یا مستندی در رابطه با یک شخصیتی که میسازیم، کاری که میکنه اصلا کار معمول نیست. یعنی دست میذاره چند تا، حالا نمیگم ژانر، ولی چند شکل از فیلمسازی رو در نظر میگیره و تقریبا میشه گفت هر مدلی میشه با نگاه، مثلا میگم فیلم مقاله یا فیلم جستار بهش نگاه کرد، میشه به عنوان یک مستند پورتره نگاه کرد، حتی میشه با بعضی از صحنه هایی که توی ماشین گرفته یا توی فضای گل، اصلا دقیقا فضاهایی که مثلا از گل و درخت گرفته، دقیقا به یکی از فیلم‌های تجربی کوتاه خودشه که دوباره اینجا داره همون تکرار، همون صحنه ها رو دوباره داره تکرار. یعنی همه این مدل از برخوردهای سینمایی رو که داشته داره وارد اینجا میکنه. ولی مثلا میگم یه مخاطب حتی حرفه‌ای هم آخر سر ممکنه بگه خب من با این خیلی سوژه رو نشناختم، یعنی با این مدل برخورد، در صورتی که اتفاقا کاری که داره میکنه شبیه کار اصلیه که خود سوژش انجام داده. یه چیزی که اصلا آداچی تو فیلم نمیگه، گرندریو هم بهش اشاره نمیکنه، ولی تو فیلم سازیش انجام میده، اینه که آداچی نویسنده سینمایی مهمی هم هست. یه نظریه سینمایی داره به عنوان نظریه منظره، یا به قول خود ژاپنی‌ها، حالا تلفظ مطمئنا غلط میگم ولی فوکیرونه. این فوکیرون دقیقاً چیزیه که آداچی بر اساسش اومد و فیلماشو ساخت. یعنی یه فیلم، معروف ترین فیلمی که شروع کننده این نظریه است، نام مستعار قاتل سریالیه که دقیقاً میاد یه همچین برخوردی رو با محیط میکنه که ما اینجا هم میبینیم. یعنی ما به جای اینکه مثل فیلم‌های دیگه، چه مستند چه حالا داستانی، بخوایم یک قاتل سریالی رو دنبال بکنیم، تو اون فیلم آداچی محیط‌هایی رو نشون میده که اون آدم توشون ممکنه رفت آمد داشته و حالا به قول خودش نقد مارکسیستیش رو اصلا به این شکل انجام میده که محیط چطوری این آدم رو شکل داده، نه اینکه بیایم داستان مثلا سرگذشت این آدم که چه میدونم 4 نفر رو زده کشته و مسیرش ادامه داده. و بعدن هم میبینیم توی آمریکا، توی اروپا، مثلا توی اروپا اریک بودلر اگر اشتباه نکنم، توی آمریکا چند نفر دیگه این مدل فیلم سازی رو ادامه میدن، حالا چه در راستای مستقیم خود آداچی، یعنی در مسیر آداچی، یا حالا بر اساس تفکر خودشون. ولی کاری که دقیقاً گرندریو میکنه بدون اینکه اشاره مستقیم بده به نوع فیلمسازی و تفکر آداچی، همون کاری که آداچی قبلا کرده، یعنی محیطی رو نشون میده که ما یک انقلابی مالی خولیایی رو میبینیم، آدمی که یک تجربه خیلی افراطی تو دهه 60 داشته و الان نه اینکه مثلا خودشو شکست خورده بدونه، ولی یه مالی خولیایی، یک حس مالی خولیایی هم نسبت به تمام این 40 سال داره. یعنی اگر بخوام حالا کلیت فیلم رو خلاصه بکنم که چرا به این شکلی که هست، دقیقاً به خاطر اینه که فیلمساز نه تنها خواسته سبک خودش رو نگه داره، بلکه خواسته حتی سبک فیلمسازی هم که داره ازش فیلم میگیره رو یه جورایی وارد فیلم بکنه. یعنی واقعاً وقتی از دیالکتیک داره حرف میزنه، دیالکتیک کلامی نباشه، دقیقاً این دیالکتیک سینمایی هم بین این دو نفر برقرار من بشه. یکی دو جا اینو حس کردم، مثلا یک نمایی داریم که خیلی نویز داره، صدا داره و یهو کات میخوره به یه فضای کاملا آروم، یا مثلا داره تصویر یک جنازه رو نشون میده و یهو کات میخوره شکوفه گیلاس نشون میده. این دقیقا همون منطق دیالکتیکیه که آداچی در موردش صحبت میکنه، درست؟ بله، دقیقا همین مسئله‌ای که میگی. و حتی میدونید یه کار دیگه ای هم که داره انجام میده اینه که ما معمولا تو اینجور فیلم‌های مستند دیدیم وقتی میخوان کات بزنن به صحنه‌های فیلم‌های، چون مثلا صحنه‌ها از فیلم‌های خودش بود، یعنی مثلا فیلمی که تو فلسطین گرفته بود، فیلم‌های دوران دانشگاهش، وقتی میخواد کات بزنه، کات نمیخوره به فیلمی که شما در اصل با کیفیت اصلی یا حتی به شکل ترمیم شده معمولا تو فیلم ها استفاده میکنن. کاری که گرندریو کرده که مثلا اینا دقیقاً با صحبتاش با گریگ هاینج تو همون کتابه،
اومده از خود به خاطر همین کیفیت تصویر این مدلیه. یعنی میخوام بگم حالا مسئله حالا 720,008 شدن بذاریم کنار، خود فیلم هم دوربین رو به لپتاپش گرفته. یعنی گرندریو تعریف میکنه یک فیلمی داشته به اسم لوی نوول، آداچی خوشش میاد از اون فیلم، یه جلسه‌ای بوده تو موزه هنرهای معاصر با هم دیگه حرف میزنن، ایده اولیه این فیلم اونجا میاد و بعدش که اینا با هم دیگه صحبت میکنن، اتفاقی که میفته موقعی که میره فیلم رو بسازه، این فقط فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو 2 روز کلش فیلم برداری شده. یعنی حتی صحنه‌هایی که ما داریم از فیلم‌های عادتی می‌بینیم، فیلم برداری خود گرندریو از صفحه لپتاپ خودشه. اونو فهمیدم، ولی اون اوایل چی میدونم که فوکوس نبود، فلو بود. حتی اونها هم تصویر از روی لپتاپ، تصویر از روی صفحه نمایشه. یعنی حتی کیفیت صدا رو هم می‌بینی به خاطر اینکه همه رو، چون کاری که تو بقیه فیلماش هم میکنه. یعنی مثلا یه فیلم مثل به اسم دریاچه داره، شما فکر می‌کنی این کلاً توی یه محیط طبیعی گرفته شده و همه صداهایی که میشنوی المان‌های طبیعیه. خنده‌داریش اینه که تمام صداها دستکاری شدن، یعنی انقدر اغراق دارن ولی انقدر با در از لاین صدایی و تصویری برمیره. اصلا کاری که یعنی اسم کتابی که گرگ هاینچ روی کتابش گذاشته سینمای صوتی گرندریو، فیلیپ گرندریو، یعنی کلن یک نگاه موزیکالی به سینماش داره که چطوری بر اساس اصطلاح‌های موسیقیایی اصلا داره به سینما نگاه میکنه. انقدر مثلا همین کیفیت صدایی که میگی براش مهمه، کیفیت تصویر نه لزوماً به اون شکل خیلی حالا مثلا بخوایم بگیم تمیز یا براق یا حتی جاهای فلو بودن و این شکل از کیفیت تصویر هم شدیداً براش مهمه. یعنی واقعا یه جاهایی تلاش میکنه که بیننده انگار نزدیک شه به صفحه تا بخواد ببینه. یعنی حتی یه سری مثلا مقاله هست از آدمایی مثل لورا مارکس و اینا که در رابطه با سینمای هپتیک یا سینمای لمسی حرف میزنن. دقیقاً هاینچ مسئلهش اینه که میگه سینما این آدم این مدلی نیستش که مثلا فقط لمس باشه، ما تصویر بدن ببینیم، دست ببینیم، مثلا چروکای صورت ببینیم. مسئله اینه که واقعا از نظر صدا داره این کار رو میکنه، کیفیت صدا، چه حالا مثلا ترک‌های موسیقی که استفاده شده یا مثلا همین کم یا زیاد شدن صدایی که داری میگی، دقیقاً به خاطر اینه که انگار بیننده رو توی یه موقعیت خیلی حواسمندی قرار بده. حواس منظورم دقیقاً حواس پنجگانشه که چطوری بتونه با اون فیلم ارتباط برقرار بکنه. حالا میگم فیلم‌های مثلا روایت محورش نوع روایت‌ها خیلی آزاردهندن وقتی سمت یه سری مسائل میره. اینجا خیلی آزاردهندگی بیشتر سمت نوع فیلم برداری و صدا برداری و صداگذاری رفته. یعنی این مدل آزار اینه که معمولا مخاطب عادت نداره، یکم سخته که بتونه دقیقاً با این تصاویر یا با این صدا به راحتی ارتباط برقرار بکنه. مرسی. امیدوارم دوستانی که اینجا هستن شاید اکثریت بشناسن، با کوجی واکاماتسو، ناگیسا اوشیما و اینا هم آشنا باشن، چون یه بخشی از جذابیت فیلم برای من این بود که راجع به اینا صحبت میکرد که مثلا فلانی رفت، واکاماتسو رفت، من موندم و خب مخاطبی که حالا اینا رو نشناسه ممکنه یه خورده برایش سوال بشه. دوست دارم یه خورده راجع به سبک آداچی، پینک فیلم، کارهایی که کرده صحبت کنیم. چقدر خوب شد که اینو گفتی، یادم میرفت. مسئله اصلی که اصلا در رابطه با این مدل فیلمسازا هست، میگه رو به ما صحبت کنیم. مسئله اصلی که اصلا در مورد این مدل از فیلمسازا هست اینه که واقعا مثل یه، به خصوص منظورم بیشتر عادتیه، مثل یه اسب تروژان به مسئله برخورد میکرد. یعنی حالا سامان مسئله فیلم‌های صورتی رو گفت، ولی واکاماتسو خود آداچی و مسئله فیلم‌های صورتی به این شکل بودش که فیلم‌های صورتی رو من اگر بخوام تعریف کنم، جالبیش اینه که من دفعه پیشم دقیقاً همین رو داشتم یه بار دیگه توضیح میدادم. فیلم‌هایی که واقعیت فیلم‌های پر محسوب نمیشن، ولی فیلم‌هایی که اروتیکن و به اون سمت سو میرن و خب توی ژاپن خیلی تاریخ طولانی دارن. آداچی، واکاماتسو، اوشیما، همه اینا آدمایی بودن که توی این دسته فیلمسازی فیلم ساختن، ولی واقعا فیلم‌های سیاسی می‌ساختن. اصلا فیلم به این شکل نبودش که لزوماً بخواد قواعد اون ژانر رو رعایت بکنه. مسئله‌ای که
اصلا آداچی داشت در رابطه با واکاماتسو میگفت، به خاطر این بود که واکاماتسو یه فیلمسازی بود که لزوما فیلم‌های صورتی نمی‌ساخت، فیلم‌های جدی، فیلم‌های هنری، هر مدل فیلمی می‌ساخت، ولی واقعیت تحت تاثیر انقلاب و دوران سال 68 و اون دوره هر کدوم از این فیلمسازی اتفاقی براشون افتاد. یعنی ناگیسا اوشیما کاملا به یه سمت خاصی رفت که تقریبا میشه گفت فیلمسازیش با آداچی قطع شد، یک مدل خاصی از فیلم‌های هنری رو میساخت که به قول خودش چون به سانسور میخورد، مثلا در قلمرو احساسات مجبور بودن تدوینش رو مثلا توی فرانسه انجام بدن، توی ژاپن نمیتونستن. از این سمت واکاماتسو با آداچی دقیقا سال 1971 میرن یه سفری به کن دارن و دقیقا همونجا این اتفاقاتی که توی فیلم توضیح میده و از هم دیگه جدا میشدن دقیقا همون موقع اتفاق میفته. و خود آداچی هم دانشجویی بود که یک دوره فیلم‌های آوانگارد میسازه، فیلم‌های دانشجویی که متفاوتاً میسازه و بعدش همون دوره همکاریش با بقیه فیلمسازها رو داره، ولی بعدش که شروع میکنه دوباره خودش فیلم بسازه دقیقاً همین اتفاقی میفته که داره توضیح میده. یعنی یک فیلم تقریباً زندگی اینا رو تغییر میده. بعد از اینکه همون فیلم قاتل سریالی رو که گفتم میسازه، توی این سفری که میکنن و به قول خودش این فیلم پروپاگاندایی که میسازن باعث میشه دیگه تقریبا شناخته میشه که ارتش سرخ ژاپنه و به خاطر همین نمیگرده ژاپن، ولی واکاماتسو برمیگرده. و این برنگشتن اتفاقی که براش میفته اینه که 20 سال بعد موقعی که برمیگرده ژاپن، اول حالا یک صحنه بود که نشون میداد 2 نفر دارن بازجویی میکنن از فیلم خودش بود، تروریست زندانی. دقیقا همین اتفاق برای خودش میفته، یه مدتی نمیتونه فعالیت کنه و بعد که به فیلمسازی برمیگرده اصلا مدل فیلمسازیش تغییر نکرده. یعنی شما دقت بکنید 2020 یه فیلمی میسازه، اگر اشتباه نکنم انقلاب 1+1، و دقیقا اتفاقی که اونجا میفته اینه که شینزو آبه رو ترور کردن و اگر اشتباه نکنم فیلم رو در عرض 1 هفته میسازه و دقیقا برای اینکه نشون داده بشه روزی که فیلم داره نمایش داده میشه روزیه که مراسم گرفتن برای شینزو آبه و دقیقا یه همچین برخورد خیلی سیاسی رادیکالی مثلا با یه همچین آدمی داره. یعنی هنوز که هنوزه رفتارش تغییر نکرده، فقط برای اینکه بخوام بگم تنها تغییری که اتفاق افتاده اینه که دیگه ما مثلا توی ژاپن به اون شکل سینمای صورتی نداریم، چون یه زمانی دقیقا مثل آمریکا پورنوگرافی توی سالن سینما هم نشون داده میشد و خب این تأثیر کم کم بود که دیگه وقتی مثلا VHS DVD و کلا به سینمای خانگی این بخش از سینما رفت، چون واقعیت نمیشه گفت مثلا این مدل از فیلمسازی از تاریخ سینما نیست، چون واقعا با تاریخ سینما شروع میشه. وقتی که این اتفاق میفته سینمای صورتی تقریبا از بین میره، ولی هنوز که هنوز ادامه داره، پروژه‌ای هستن ولی خب دیگه به شکل آداچی یا واکاماتسو نیستن که مثلا شما یک فیلم، حالا مثلا بخوام یه توصیفی بکنم از یکی از معروف‌ترین فیلم‌های صورتی خود آداچی، شما مثلا اگر اشتباه نکنم گوشینگ کسی که مثلا در 15 سالگی دعا میکنه، سوتیتر عنوانش دقیقا در رابطه با یک فاحشه 15 ساله است که مثلا صحنه اولش فکر میکنید با یک فیلم تیپیکال اون مدلی که حالا داره در یه فضای میگذره طرف این، ولی یه دفعه مثلا وسط فیلم یه دیالوگایی مثلا شخصیت اصلی میگه، حالا بماند که اصلا بهش نمیخوره ولی کاملا اون جبت میگم دقیقا مثل اسبت روشان برخورد میکنه. طرف اومده یک فیلم حالا با میشه گفت سمت و سویه اروتیک ببینه ولی یک دفعه مثلا با نظریه های مارکس روبرو میشه. ولی میگم خب واقعیت یه بخشی از سینمای صورتی این مدلی بود، همه این مدلی برخورد نمی‌کردن و خب تا یه دوره خیلی سینمای صورتی میشه گفت مثل سینمای تجاری شده بود و دیگه انقدر تعدادش زیاد میشه، تعداد تولید زیاد میشه که دیگه خیلی اهمیتی داده نمیشه که اون بخش هنریش باقی بمونه. ولی خب تفاوت اصلی که داره دقیقاً تو همینه که سینمای صورتی با اینکه در ظاهر
سینمای آرتیستیکی نباید باشه، اما اگه شما مثلا توی تاریخش بگردین فیلمسازایی مثل عادلچی یا حالا خیلی آدم‌های این مدلی که حتی مثلا اگه بخوام بگم 2 نفر با فامیلی ساتوان که جفتشون هم توی سینمای صورتی فیلم‌های متفاوتی درست کردن، یا حالا خیلی آدمای دیگه، حالا لزوما نه که بخوام بگم سیاسی بودن، ولی فقط امکانات، کمبود بودجه، کمبود مدت زمان، همه اینو ازش استفاده می‌کردن تا یه کار دیگه‌ای بکنن. و مسئله اصلی هم همینه. یعنی من فکر می‌کنم دلیل اصلی که اصلا گرند سراغ عادلچی میره به خاطر اینه که یک فیلمسازی شبیه خودشه. یعنی اگه بخوام توضیح بدم، گرند اصلا کارش رو با یک سری چیدمان‌های ویدیویی در جوانی شروع میکنه و بعد برای تلویزیون یک سری مستند درست میکنه و بعد از اون مستندها کم کم یک سری مستنده خیلی جدی درست میکنه. یعنی مثلا از مستند جدی تقریبا مثل همین فیلم عادلچیه، میره سارایوو و توی سارایوو مدت زیادی رو با یک سری خانواده میمونه. ولی اتفاقی که میفته برعکس، یعنی تفاوتشون اینجاست، برعکس عادلچی که خیلی فیلم‌های سیاسی ساخت، گرند وقتی از سارایوو برمیگرده فیلم اول داستانی سمق رو درست میکنه، یه تاریکی. و خب فیلم اصلا فیلم عادی نیست. یعنی من اگر اشتباه نکنم تو ونیز بهش جایزه میدن، ولی خب خیلی هم فحش میخوره به خاطر صحنه‌های جنسی که داره، به خاطر خیلی مدل برخورد مستقیمی که با بیننده داره. و اتفاقی که میفته اینه که توی فیلم بعدیش لوی نوول یا حالا زندگی نو اگه بخوایم من ترجمهش بکنیم، دقیقاً کار عادلچی رو میکنه. دورانی که تو سارایوو رو داشته تبدیل به یک فیلم داستانی میکنه، ولی نه با اون منطق داستانی که ما میشناسیم. ما فقط 2 نفر رو میبینیم که میرن به اروپای شرقی و حالا یک سری اتفاقاتی میفته که هیچ منطق روایی نداره. چیزی که حالا عادلچی هم اینجا خیلی بهش اشاره میکنه، آزمایشی که حتما بشه از سینما روایت رو گرفت، یا اگر روایت رو از سینما بگیریم قاعدتاً چه چیزی ازش باقی میمونه. یعنی من فقط به اینم اشاره کنم، خیلی مهمه که پشت این پروژه چه کسی بوده. نیکول برنه که از یکی از تهیه کننده های این فیلمه، حامی میشه گفت نظریه‌ای یا گرندریو هم هست. یعنی بجز اینکه یکی از مهمترین پژوهشگرای الان سینمای تجربی فرانسه است، 2 تا فیلم آخر گودار رو آرشیویستش بوده، کسی بوده که این سری قرار بود 5 تا فیلم ساز باشن، ولی متاسفانه با همین فیلم اول تموم میشه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. نیکول برنه اصلا کسیه که توی فرانسه سینمای گرندریو رو خیلی دوباره میاد مطرح میکنه، میاد از نظریه سینمایی رو سینماش کار میکنه، درباره رنگ، کیفیت تصویر، تکسچر و حالا تمام اینجور مسائل روی سینما صحبت میکنه. و دقیقا همین گفتمان است که باعث میشه یه همچین فیلمی به وجود بیاد که حالا به قول عادلچی خیلی واقعا دیالکتیکه بین 2 تا فیلم سازه که نه تنها فیلم سازی هاشون به شکلی شبیه هم دیگه است، بلکه حالا میشه گفت داستان فیلم هاشون، نوع مدلی که کار کردن، حتی همکاری هاشون هم شبیه هم دیگه است. و مثلا دلیلی هم که انتخابش کردم به خاطر این بودش که از نظر مستندهایی که یک فیلمساز روی مثلا فیلمساز دیگه میبینیم، مثلا مثل کاری که نوآ بامباک با دیپالما کرده، یا حالا خیلی فیلم‌های دیگه که مستندساز یا حالا فیلمساز میاد روی یه فیلمساز دیگه کار کنه، خیلی معمولاً سرهای سخنگوه یا به حرف زدن میگذره یا به نشون دادن اثر میگذره. اینجا ولی میگم اتفاق خیلی سینماتیکه، یه ارتباط زبانی بین زبان سینمایی 2 تا آدم برقرار میشه که معمولاً ما نمیبینیم. فیلم پورتری مستند درباره یه هنرمند سبک خودمون هنرمند رو هم بخواد یعنی کمن وجود دارن، ولی معمولا کم میبینیم که به جز خود هنرمند که بخواد اتوبیوگرافی رو خودش کار کنه، یک آدم دیگه به این شکل بخواد بهش بپردازه. مرسی. یه نکته رو بگم که ما یه فیلم اینجا پخش کردیم از سکوی سرخ، یه پروسه بود درباره یدالله رویایی
و فیلمساز دقیقاً اینجوری با رویایی مواجه شده بود که نرفته بود به پرسه تو کی چی کار کردی بیا توضیح بده، در واقع حالت گپ و گفت بود. حالا وسطش شیطنتایی هم کرده بود، مثلا جایی که از حجم سبز سهراب سپهری قرار صحبت بشه یهو تصاویر کامل سبز میشد و یادم مخاطبای ما اون موقع خیلی شاکی بودن از این فیلمه، چرا اینجوریه، در صورتی که فیلمساز گفته بود خب من دوست دارم فیلممو اینجوری بسازم، حالا یه منطقی هم داشت. و توی اون جلسه یه مسئله‌ای که ما مطرح کردیم این بود که ذهن، حالا نمیدونم فقط برای مخاطب ایرانی اینجوریه یا همه جای جهان این هست، مخاطب جوری انگار ذهنش تربیت شده که وقتی به تماشای یک مستند پورتره حالا بگیم میشینه، انتظار اینو داره که کلی اطلاعات بگیره، یعنی اینکه بمبارون اطلاعاتی بشه و وقتی این اتفاق رخ نمیده یهو سرخورده میشه که این چی بود من دیدم. حالا یه بخشی از صحبت‌های تو خب راجع به بافت و رنگ و دیالکتیک بود. ما توی مستندهای خارجی اینو داریم، ولی توی موارد فیلم‌های ایرانی من اینو خیلی کم دیدم. یعنی حتی اون مستند رویایی که یک مستند 100 دقیقه‌ای بود 90 دقیقه‌ای بود، شاید 5 دقیقه 4 دقیقه این بازی گوشی های سینمایی رو میتونستیم ببینیم، ولی ما اینجا با یه فیلمی طرفیم که کامل از اول تا آخر همینه. یه سوال، 2 تا سوال یعنی داشتم میخواستم بپرسم. یکی این که تو سینمای خودمون چون میدونم تحقیق کرده راجبش، ما چه این تجربه ای داشتیم یا نه، یه چیزی که خوشت بیاد. و مورد دومو میگم که تا یادم نرفته، بعد از اینکه گفتی همه یه فیلم بر اساس تصاویری از روی لپتاپ و فوتیج و آرشیوه، اون بخشی که آداچی راجع به مقوله رنج کشیدن صحبت میکرد که فیلمسازی برای من مثل رنج کشیدنه و بعد مدیتیشن و زن و بودیزم و اینا جا داد، آیا اون هم یک مستنده، یعنی اون هم یک فیلمی بوده یا اونو نه اونو خودش فیلم برداری کرده؟ اینم ممنون شدم. مورد اول که در رابطه با سینمای ایران گفتی، من واقعیت توی مستند خیلی دارم. میدونی اتفاقا من فکر میکنم صحبتی هم بودش که چند ماه پیش با خودت داشتم، فیلم جستارهای ایرانی به این قضیه دارن نزدیک میشن، ولی میدونی معمولا سوژهشون شخص نیست. یعنی بعدم انگار نمیدونم مسئله حالا بیننده است، فستیواله، ولی به قول تو حالا اسمشو میذاری بازیگوشی، انگار تا یه حدیه. یعنی مثلا نهایتا استفاده از تصاویر یافته یا فن فوتج تا یه حدیه، یا خیلی نمیخوان اون تصویر رو تغییر بدن یا فقط میخوان از اون تصویر استفاده کنن. بین کلامت فکر میکنی میترسن از قضاوت شدن یا بلد نیستن؟ نظر خودتو میخوام بدونم، شاید مطلق نشه. نه میدونی آخه من واقعیت اصلا خودت هم میدونی اصلا موضوعی که الان دارم روش کار میکنم واسه تزم دقیقا همین مسئله است و چیزی که بیشتر دارم میبینم اینی که مسئله بلد نبودن نیست. یعنی جاهایی ممکنه خیلی کوتاه این اتفاق بیفته ولی یک دفعه انگار رها میشه. نمیدونم مسئله خودسانسوریه، مسئله حتی ارتباطهای شخصی با اون سوژه است. یعنی من جالبه بهت بگم، موقعی که داشتم صحنه‌های فیلم رو می‌دیدم، یه صحنه‌ای بود که اتفاقاً هم مورد سانسوری داشت. دقیقاً من یاد چه هراسی دارد دوباره ظلمت روی نصیبی انداخت که دقیقاً این دو تا آدم توی یه دوره زمانی دارن یه سری فیلم‌ها رو می‌سازن که شبیه همدیگه است و اتفاقاً کیفیتی که از فیلم من باقی مونده همین مدلیه. یعنی شما الان اینترنت برین همین فیلم آداچی رو بخواید ببینین که اسمش کهکشان یا گلکسیه، همین کیفیتی که نشون میداد ازش هست. مثلا چه عرضی داره ظلمت رو که معمولا تو یوتیوب همه دیدنش، اونایی که دیدن دقیقاً همین مدلیه. یعنی اصلا آدم خیلی بخواد یه سری چیز بکنه، یعنی یه بحث جدی در رابطه با این قضیه بکنه، انگار دسترسی به این تصاویر سخت یکم به قول تو بازیگوشی اصلا میخواد، یکم این رو میخواد که آدم یک سری قواعد رو بذاره کنار. ببین اگه ما بخوایم از نظر قواعد کلاسیک بریم، مثلا قواعد کلاسیک روایتی نیست، قواعد کلاسیکی مثلا خود زبان یک فیلم مستنده.
به این مستند نگاه کنیم واقعا به قول تو یک جاهای کات‌ها عجیبن، نه که حالا مثلا لزوما اینکه ناگهانی اتفاق میفتن، اصلا حس بدی، یعنی یه کارگردان این رو ببینه 100% میگه خب من نمیخوام یه همچین حسی رو به بینندم بدم، ولی اتفاقا این فیلم این کارو میکنه، یعنی از قصد همونجا انگار این فیلم یعنی مثلا وقتی چون حالا خودت گفتی بحث رنج بردن یا زن یا بودیسم میشه، حرف زده میشه و اون حسی که انگار این حرف داره رو کارگردان میذاره ته‌نشین شه، 2 دقیقه بعد 3 دقیقه بعد تصاویری رو به تو نشون میده که انگار تو بخوای تجربه رنج دیدن این آدم رو حالا از نظر محیطی که اول تو توش میبینیش، این مثلا تو خیابونه نورای سفید هست، نورای سفید هم با کله سفید خودش یک رنگ شدن، بعد یه دفعه دوربین گمش میکنه، دوربین یه دختری رو دنبال میکنه که انگار مثلا انگار ادامه دهنده چیزی که عادتی از جوونیش میخواد و دیگه پیدا نکرده، یه دفعه دوربین یه پیرمرد موسفیدی رو پیدا میکنه ولی دیگه عادتی نیست. یعنی کاملا دیالوگ رو به این شکل، یعنی دیالوگ که نگم، تمام اون وایس اووری که روی فیلم هست رو اصلا به این شکل وارد فیلم میکنه که در اصل یک رابطه جدا از هم، یعنی خط وایس اوور، تصویر اصلی فیلم و حتی صدای اصلی هم که منطبقه با فیلم، اینا رابطه‌های مختلفی دارن هر لحظه با هم دیگه، یعنی حتی جاهایی که موسیقی میاد دقت بکنی شاید منطق روایی نباشه که اون لحظه بیاد، ولی اگه یک کم عقب‌تر یا یک کم جلوتر به اون صحنه دقت بکنیم کاملا معلوم میشه که چرا مثلا یه همچین صدایی اون لحظه اونجا قرار داده شده. ببین خیلی هم زیاد چیزش نکنم، ولی دقیقاً یه چیزی که در رابطه با، یعنی اون تیکه‌ای که داره در رابطه با زن، بودیسم و حال رنجی که داره میبره صحبت میکنه، دقیقاً همون چیزیه که اون دوران این مدل فیلمسازا توی ژاپن تجربه کردن، یعنی یه آدم شدیداً انقلابی، میگم حالا مثلا فقط یکی دو تا صحنه از اون از فلسطین و اردن و اون جاهایی که با هم دیگه فیلم برداری کردن و نشون میده فیلمم فکر کنم اگه اشتباه نکنم هنوز تو یوتیوب هست، انقدر یعنی مثلا واقعا این که میگه واکاموتسو فلان و بیسار واقعا یه همچین وضعیتی بوده، حالا طبق توصیف آدمای دیگه‌ای هم که تو اون منطقه بودن، و انقدر تصور این آدم وقتی بعد 20-30 سال برمیگرده به ژاپن براش غیر قابل باور بوده که من فکر میکنم وقتی فیلم رو دوباره میبینم انگار فیلم گرندریو میخواد دقیقاً تجربه این آدم وقتی برمیگرده ژاپن رو نشون بده، یعنی آدمی که قبل از مثلا تو دهه 70 از ژاپن رفته به امید یک انقلاب و ما هیچ وقت نمیدونیم چه انقلابی، اسم 68 رو میارن ولی فقط مسئله انقلاب رو میگه، و بعدم که برمیگرده ما فقط رنجش رو بیشتر تو کلام و انگار تو ظاهرش ببینیم و تأکیدی که فیلمساز روی موی سفیدش، روی چروکاش، روی دستش، یعنی سعی میکنه، میگم مثلا لورا مارکس به این میگه سینمایی مثلا هپتیک، یا مثلا سینمایی که از طریق حس مثلا لامسه میشه درکش کرد، و خب خیلی فیلمساز سعی میکنه کلامش رو به تصاویرش نزدیک بکنه، یعنی حالا سوالی که پرسیدی رو اگه بتونم درست جواب بدم. مرسی. میخوای بریم سراغ تماشاچی‌ها؟ ببینم اگر میکروفون دستی رو لطف کنید و دوستانی که سوال دارن دستشون رو بالا بگیرن میکروفون بیاد و توی میکروفون سوال بپرسین که ما هم ضبطش داشته باشیم. خب دوستان کسی بفهمید. درود بر شما. من ببخشید اولین باری که کلا این مستند از اول تا آخر میبینم و خودم میبرم اکثر مستند و فیلم ها سر این کار نمیخوابیدم این چند ولی در کل خواستم بگم که حالا خیلی ممنون که یه همچین نشسته میذاری شده که همیشه چراغ اینجا روشن باشه و شما مرسی از شما، حالتون خوب باشه و این صندلی ها پر باشن. نکته که خواستم بگم اون 20 سالی که شما فرمودید این آقا نیست شد و هیچ کس هم نمیدونه کجاست، خب برای مخاطب پیش بیاد که آیا زندانی بوده، مشغول حالا چه انقلابی بوده، این علامت سوال بزرگیه و خیلی هم شما سوال قشنگی، یعنی نکته اشاره که کردین گفتید شیطنتی که من دیدم من حسش کردم، حالا شما فاکتور رو بگیرید اون قسمتی گفتم من خواب بودم، تو من خیلی با دقت نگاه کردم و خیلی حس کردم که خیلی خواست دیس در اصطلاح بزنه اون انقلاب و تمام آرمان ژاپنی که من به عنوانی که مثلا اندازه خودم میدونم تو خالیگیری توی جنگ جهانی دوم چه سربازای فداکاری داشته برای اینکه از انقلابی دست کشورشون دفاع کنن،
چجوری جان فشانی میکردن. خب اینم به عنوان یه چیزی تو اون مایه ها من تو ذهنم بود و هست قطعا. ولی اون آقای داکیومنتریستی که جالب دوست همین آقای آرتیستمونم با خنده میگه داکیومنتریست باش، یعنی میگه تو اومدی دنبال یه چیزی که ما روم نمیشه بگیم. کاملا اتفاقا این سیاسیه، یکی از سیاسی ترین مستندهایی که واقعا میشه گفت تا الان مثلا تو این سال‌ها من دیدم میشه گفت. ولی یه مستند کاملا شکست خورده، یعنی مستندساز رفته و هیچ دیتایی ما نمیگیریم از فیلم. مشخصه که نمیخواد بره، حتی با تمسخر میگه انقلاب شما چه جنسی بود؟ این چرا این کار کردی؟ میگه گرسنگی. آیا واقعا گرسنگی؟ داره تیکه میندازی، داره ما رو حواس ما رو پرت میکنه. مگه میشه این آدم هدفش بزرگ باشه تو بخوای بگذاری کنار یه برهه‌ای از کارت و بری بجنگی برای کشورت و وقتی مستندساز باید 20 ساله پرسه واسه چی رفتی بگی تو گرسنگی رفتم. مثلا میخوام بگم این مستند شکست خورده‌ای که ما دیدیم در عین حال باید بپذیریم که جنگ و سیاست پشتش اتفاقاتیه که به همین سادگی نمیشه به عرصه نمایش کشون میشه. ذاتاً میگیم مستندساز، همین مستندسازی هم میشود به دروغ و با تصویرسازی یا با همون دیالوگای دیالکتیکیه که آقایی که از وام میگرفت خیلی دوست شاعرانش بکنه. در اصل فیلم من کاملا یک دنیای دیگه‌ای داشت. آقایی که دستاش رو کات میزد به دستای جنگی گول و فشنگ و بمب چروکش، اسم میکنم عاملانه اومد برای تخریب و موفقم نشده بود و انگار شکست خورده برگشت. یعنی یک نگاه غربی میره توی دره یک کشوری مثل ژاپن و یک کاش نون جرما یه ژاپنی بود یا یک تحلیلگر ژاپنی یا جامعه شناسی که به ما بگه شما نظرتون چیه راجع به این فیلم. آیا واقعا حال این آدما، این چریکای خیلی خفن انقلاب دهه 60تون آیا انقدر بده، انقدر مسمومه؟ ژاپنی که من الان به زن خودم و دوستان دارم که آرزوشون برن ژاپن که تکنولوژیش ماشاءالله همه چیش لول بالاست. ولی یا مثلا مستندساز فرانسوی میره با یه نگاه مسموم اینو میاد مثلا نمایش میده، شما که خیلی بزرگواری انتخاب کردید گذاشتید اینجا واسه من یه جوونی که تو خود این انقلاب دهه 60 خودم دهه 60 هم بزرگ شدم و دوره برم ماشاءالله تمام این اخبار و جوامعی که وجود داره. میخوام بگم این انتخاب این اثر چه تأثیری رو ذهن من میذاره. میخوام بگم رو بیداری من، رو هوشیاری من کمک میکنه یا شما منظور هدف خاصی داشتید از این انتخاب مستند؟ ممنون میشم. مرسی. خواهش فکر کنم یه سوال نبود، یه چند سوال رو شامل میشه، ولی واقعیت میتونم از اول به آخر فکر میکنم، یعنی بخشید از آخر به اول برم بهتره. یعنی سوال انتخاب، من واقعیت انتخابم برای این اساس بود که میدونم معمولا مثلا به خصوص توی مستند خیلی همیشه برخوردها به قول شما برخورد همون جامعه شناسه. نمیخوام بگم اشکالی داره، اتفاقا فیلم هایی هست مثلا خود عادلچی یک فیلمی هستش که به شکل مصاحبه نه فقط با اون، با تمام آدم هایی که تو اون دوران بودن انجام شده. واقعیت این پروژه یه پروژه از این نظر فرق داره که یه فیلمسازی که اصلا حالا مسئله اینه که اصلا مستندساز نیست. منظورم از اینکه مستندساز نیست یعنی توی برهه‌ای از کارشه که اصلا داره یک شکل دیگه‌ای از فیلم رو میسازه و این یک پروژه‌ایه که بیشتر بخواد یک فیلمساز دیگر رو از زاویه دید خود فیلمساز نشون بده. یعنی منظور من اینه، چیزی که شما داری میگه غلط نیست. مسئله‌ای که توی ژاپن اون سالها اتفاق افتاده چیز کمی نیست، ولی میخوام بگم هر فیلم رو باید توی به قول معروف زاویه دید خودش دید. این فیلم اون فیلم نیستش که بخواد تلاش بکنه چیزی که شما میخواین رو دقیقا اون رو بهتون نشون بده. از نظر من کاری که نهایتا این فیلم میتونه بکنه اینه که یک شخص خاص رو توی یک دوران خاص که دیگه دوران مثلا اوج هنریش هم نیست، یک دورانیه که داره با یک نگاه گذشته نگر نگاه میکنه رو از طریق زبان سینمایی خود همون فیلمساز نشون بده. این به نظرم
خود اون دلیل انتخاب من بود، چون واقعا میدونستم حالا اگر آقای بریات انتخاب مثلا تایید نمی‌کرد یا مثلا چیز از اون مدل فیلم هایی که ما مثلا کمتر پیش میاد همچین فیلم هایی رو ببینیم که اصلا تو مستند متفاوت برخورد کنن. به خاطر این میگم متفاوت از نظر زبان سینمایی، چون دقیقا چیزی که شما میگین چیزی که ما اکثرا وقتی موضوع اجتماعی سیاسی میبینیم، به خصوص مستندهایی که دغدغه اجتماعی دارن نه دغدغه سینمایی، اصلا از اون مدل وارد قضیه میشن. ولی میخواستم بگم نگاه شکست خورده که گفتین اتفاقا دقیقا رابطه این دوتا آدم به خاطر اینه که این آدم خودش از 1968 فرانسه میاد، این آدمه بره از 1968 ژاپن میاد، یعنی جفتشون از یک نقطه‌هایی میان که ممکنه چند سال با هم اختلاف سنی در حد 4-5 سال داشته باشن، ولی جفتشون کاملا یک تجربه رو به شکل‌های مختلف داشتن. یعنی خود گرندریو توی یک سری آثار اصلا دیده نشدهش یه فیلم کوتاه داره به اسم تصویر یک انقلاب. شما اون هم بریم ببینید دقیقا همه چیکار کرده، یه تلویزیون رو گرفته تو دهه 80 که داره تصاویر انقلاب 1968 نشون میده، اینکه چقدر تصاویر با واقعیت فاصله دارن. همون چیزی که ما اینجا هم میبینیم، این آدم داره از فلسطین فلان بیسار حرف میزنه، ولی ما صحنه‌هایی که از فلسطین می‌بینیم خیلی توی فیلم کمه، چون به خاطر اینکه فیلمساز به یه شکلی انگار دعوت هم داره میکنه که شما مثلا میتونید فیلم‌هایی که این آدم تو اون دوره ساخته رو ببینید. ولی به نظر من شما یک مورد رو خیلی درست دست روش گذاشتین، این مسئله شکست خوردگی. ولی حالا میگم از نظر من این شکست خوردگیه رو توی کار فیلمساز نمیبینم، چون توی بدنه کاریش نوع برخوردش رو با سوژه هاش دیدم، حالا چه بخواد مستند باشه چه حالا داستانی، ولی بیشتر توی خود موضوع دارم میبینم. اینکه ما یک ایده خیلی بزرگ رو داریم، چیزی که خود فیلمساز و سوژهش 1000 بار میگن، ایده احساسات. حالا اینکه چقدر ما به این ایده برسیم، ببین مثلا بارها درباره سینمای خود این آدم که حالا شما مثلا این فیلم مستندش رو الان دیدین کار شده توی فضای آکادمیک، ولی اینکه واقعا بتونه مخاطب مثلا میگن که زیاد با این سینما ارتباط برقرار نمیکنه، اون مقاله ها نمیکشونه آدما رو. مسلما اون مقاله واسه یه سری حالا پژوهشگر و مثلا یک سری آدمای دانشگاهی و همین، یا حتی خود این فیلم یا حتی خود فیلم هایی که آداچی ساخته، من به شخص اعتقاد دارم که مسلما الان دیگه نمیتونه آدم رو به سمت انقلاب کردن ببره. چیزی که دقیقا خود فیلم هم هی سوال میکنه، آیا ما با فیلم ساختن میتونیم انقلاب کنیم؟ آیا اصلا انقلاب رو میشه تجسم کرد؟ چجوری میشه؟ یعنی دقیقا اتفاقا من فکر میکنم یه اصطلاحی توی سینما هست که میگن دایجتیکه، یعنی درون روایت قرار داره یا نداره. به نظر من اتفاقا همه این مدل حرف‌ها دایجتیکن، یعنی خود فیلمساز و سوژه‌اش دارن مسئله رو مطرح میکنن و اتفاقا با نشون دادن تصویر ژاپن الان، ژاپنی که انقدر شلوغه، ژاپن تکنولوژیش به این سطح رسیده دیگه، دغدغه‌های میگم اینا همه دیالوگای خود فیلم بود، مثلا 50 سال پیش رو نداره که حالا یه نفر بیاد دینامیت رو دستش بگیره و تفنگ بگه احمق خانم اومد مثلا برگردیم به 50 سال گذشته. یعنی اتفاقا من فکر میکنم چیزی که فیلم نشون میده همین چیزیه که شما به عنوان شکست دوش دیدین، ولی اتفاقا من فکر میکنم این شکست رو از قصد داره نشون میده، نه اینکه مثلا بخواد لزوما ژاپن رو بد نشون بده، به خاطر اینکه من فکر کنم تجربه مشترک بوده، یعنی دوتا آدم تو دوتا نقطه، چه از نظر فیلمسازی چه از نظر زندگی روزمرهشون یه مسئله رو تجربه کردن، ولی با دو زاویه مختلف. گفتم یعنی حتی این آدم خودش مثلا این یکی پا میشه میره فلسطین، اون میره سارایوو، جفتشون هم از این اتفاق فیلم میسازن، ولی فیلم ها خیلی متفاوته. یعنی شما اگر مثلا فیلم زندانی تروریست رو ببینین که توش اشاره میکنه مال آداچی، خیلی فرق داره با فیلم لوی نوول گرندریو، جفتشون درباره کشورهایی که رفتن توش و جنگ زده بودن، ولی ماحصل فکری که از این تجربه ها میاد بیرون خیلی فرق داره با اون چیزی که واقعا هست. امیدوارم تا جایی تونسته باشم جواب بهتون بدم. مرسی. دوستان سوال دیگه؟ بله
تا میکروفون میرسه اینجا یه چیزی بگم. این مسئله‌ای که از فیلم‌هایی که نمیخوان نگاه جامعه شناسی داشته باشن، ما یه نمونه ایرانی هم داریم، بهمن کیارستمی یه فیلم داره به اسم تباکی. اولش هم میگه در اسلام داریم که کسی برای حسین گریه کنه خیلی ثواب داره و اگه نمیتونه گریه کنه، اگر ادای گریه کردن رو در بیاره اونم خیلی ثواب داره و به این عمل ادای گریه در آوردن رو میگن تباکی. و میره توی یه مجلسی که همه دارن روزه میخونن و دارن گریه میکنن اینا و ادای گریه در آوردن در میاد. اون موقع که اندروید نیومده بود، گوشی یا جاوا سیمبی هم بود، بلوتوث بازی میکردیم، یک کلیپ پخش شده بود یا آخونده اینجوری نشسته، دوربین میره سمتش، شروع میکنه زازار گریه زدن. بعد یه کپشن هم زیرش میفرستادن که ببینید این تا دوربین میاد سمتش ادای گریه در آوردن. در صورتی که اون مراسم تباکی بود و بریده‌ای از مستند تباکی بهمن کیارستمی و فیلمساز اصلا قصد نداشته اینو نشون بده. خودش میگه من دارم از کسایی فیلم میگیرم که دارن ادای گریه کردن رو در میارن و کار مثلا اکسپریمنتاله و اصلا قصد نداره نه روحانیت نه تشیع هیچ چیزی بگه، فقط داره نظاره میکنه، دوربینشو میچرخونه و نظاره میکنه. ولی وقتی که ما میخوایم یک برداشت جامعه شناسی اخلاقی و داشته باشیم، میتونه ماهیت اینو کلا عوض کنه. این چیز بود که فکر کنم به این هم سوالم نزدیک بود. ببخشید تو پرحرفی کردم. خانم سهراف بفرمایید. به نظر من شخصا این دومین فیلم روستاری بود که میدیدم توی سینماتک و کلا توی زندگی. اولیش همون فیلم آقای جهانشاد بود. نه بحثشو می‌کردیم اونم. نه اونو ندیدم. من فیلم گیدوبو رو دیدم. همون دیگه آقای جهانشاد صحبت کردم. بعد جامعه نمایش. برای جامعه نمایش که خب اون موقع خیلی مخالفیات داشت و خیلی صحنه رو ترک کردن. بعد ولی خب من شخصا خیلی علاقه‌مند شدم. به نظرم اگر آقای بیاس مثلا برای کسانی که خوششون نمیاد بگن قبلش که این فیلم دوست داره، شاید خب خیلی رو نخوان بیان، چون بعد که میان مثلا بگن این چیه به ما نشون دادی و اینا. خب حالا پیشنهاد نمیدونم. و اینکه این دوستمون که خب گفتن اینطوری، ببینید مثلا به نظر من خب چون این فیلم دوستار کاملا شما باید با این فیلم کانتکست باشید، یعنی میدونی باید بدونی که این کسی در موردش فیلم ساخته شده یک آدم مارکسیست لنینیست بوده، در فرانسه از زندگیش چریک بوده، مبارز بوده. الان حالا میگه من تروتسکیست بودم، حالا دیگه نیستم، سورئالیست شدم. باید خب سورئالیسم رو بشناسیم، آندره برتون رو بشناسیم، اصلا فلسفه چپ رو بشناسیم، مواضع چپ رو نسبت فلسطین بدونیم چیه و کلا دیگه که گفت پروپاگاندا ساختم. و حالا من خیلی خلاصه بگم سرچ رو در ندارم، ولی من فکر میکنم برای کسی که تو این فضا باشه اتفاقا خیلی فیلم بسیار جالب و آموزنده‌ای بود. یعنی من خیلی دوست داشتم فیلمو، به خاطر اینکه میدونید این رنجی هم که میگفت من همش رنج میبرم، من برداشتم اینه که خب اصولا کسی که هنرمنده و به خصوص کسی که هنرمند سیاسی هم هست اصولا نمیتونه با رنج کشیدن بیگانه باشه. اولا که خب یه چیز جمله دولتی هست میگن خب آگاهی کلا رنج آوره، کسی خب بیشتر بدونه بیشتر رنج میکشه. خب یه چیز شناخته شده یا شاید این مقدار کلیشه‌ای باشه این جمله، ولی خب مثلا من که آدمی که هم هنرمنده هم مبارزه چطور میتونه رنج نکشه وقتی که این همه بی‌عدالتی و این همه کثافت میبینه تو این جهان و آخرش هم میبینه که هیچی عوض نشده. آخر عمرش همش باز میگه من دارم رنج میکشم، حالا مثلا خودشو با تاپ دادن نوه و اینا سرگرم کرده، ولی در درونش خیلی جالب بود اتفاقا. شاید برای همه ماهای حالتا پیش اومده باشه. من فکر می‌کنم رنجش به خاطر این بود که ما تمام رویاهامون، تمام آرمانهامون به بار ننشسته. ژاپنی هم که الان شما میبینین و اینقدر قول تکنولوژیه، ولی شما تو دل اون جامعه برین خیلی قصه های غمناکی وجود داره. فکر نکنید ژاپن همین ژاپنه. حتی سینمای ژاپن، من فیلمایی که دیدم چند تا اخیراً، چقدر از فقری که وجود داره تو همین جامعه بسیار پیشرفته، چقدر از فاصله طبقاتی، چقدر تنهایی آدم‌ها، میزان خودکشی
اینا چیزایی هستش که خب معمولا خیلی دوست ندارن ببینن و خیلی اصلا خب شاید نشون داده نمیشه و خیلی خب نمیخوام ببینن. خیلی دوست دارم چیزی که رسانه ها به خوردشون میدن اونا رو ببینن. ژاپن، واو، قطارهای ژاپن، تکنولوژی، سامسونگ، نمیم چی فلان. خب ولی این واقعیت ژاپن است. ولی یه جمله اتفاقا داره راجع به مدیتیشن که من فکر کنم با بعضی رو بد برداشت کردم. میگه که مدیتیشن زن و بودیسم، میگه اینا اصلا پوچه، اگه من اشتباه نکرده باشم، میگه اینا پوچه، اصلا همه چی تو خلأه. و این به نظر من اصلا این اعتقادی به زن و بودیسم نداره یا تو اون فراز زندگیشون، میگه همه اینا پوچه. میدونی به نظر من همین دیگه. من خواهم بگم رنجش به خاطر این بود که واقعا الان دنیا بعد یه مقدارم که این مسئله صبر و شکیل و مسئله فلسطین و مطرح کرد، اتفاقا به نظر من انتخابتون خیلی جالب بود، چون به این مسئله زمانه ما الان خیلی میخوره، جنگ بین اسرائیل و غزه و این یه علت رنجش که مال 7 سال پیشه فکر کنم، درسته؟ اگه بخوایم حتی الان بگیم فیلم ساخته شده بود واقعا رنجناکه، چون هنوز این مسئله میبینیم که حل نشده و بعد از 60 سال هنوز دارن عده‌ای کشته میشن از هر دو طرف، حالا به خصوص در طرف فلسطینی، و هنوز اون آرمان اونا به جایی نرسیده با این همه مبارزه، با این همه کشته ها و اینها. و خب همه اینا غم انگیزه دیگه، همه اینا اگه رنج نبره آدم، یعنی واقعا دیگه هیچ جای شادی آوری نیست که بخواد آدم بگه نه همچی خیلی خوبه، همچی خیلی شاده و چقدر خوشبختم از این چیزا. می‌دونید؟ ولی فکر می‌کنم حالا وقتتون رو نگیرم، باید این آدم توی این فضا باشه، یعنی فضای فیلم دوستا علاقه داشته باشه به اون فلسفه، به اون نگرش، به اون رویکردهای اون آدم، اصلا یکم تو باغ باشه کلا تا بتونی بفهمی که چی به چیه. مرسی خانم سر. من فقط بخوام بگم چون سامان جان شما هم گفتی اصلا این همه چیز هیچ چیزه و هیچ چیز همه چیزه، این در اصل مانتراه. یعنی حالا من باور خود آداچی رو واقعیت نمیدونم تا چه حده، ولی میدونم فیلمهاش خیلی وابسته اتفاقا به زن بود. یعنی فکر نمی‌کنم تا آخر عمرش برای زیر سوال رفته باشه، چون فیلم آخرش هم که ترور آبر رو نشون میده، در از فیلم تا جایی که البته فیلم هنوز ندیدم ولی مثلا 3 خطیشو خوندم در رابطه با تناسخ اون قاتل آبر که مثلا چطوری داره چیز. میخوام فقط اینو بگم که اون تیکه از فیلم که به خصوص روی صفحه سیاه این جمله هم گفته میشه، دقیقاً به خاطر اون حالا میشه گفت مانترا بودنی که اصلا اتفاقا توی فرهنگ ژاپن خیلی از میشه گفتش عارف ها اصلا این جمله رو به شکل‌های مختلف دارن. و میگم حدس من اینه که هنوز اعتقاداتش نسبت نه به شینتو زن فرق نکرده باشه. ولی موردی که در رابطه با فیلم جستا گفتیم، اتفاقا من خیلی دقت کردم اخیراً آقای بیات خیلی دارن فیلم جستا هم انتخاب میکنن. واقعا اصلا سینمای تجربی ما هم چون خیلی از امکانات رو نداره، فیلم جستا خیلی براش فرمت خوبیه که اصلا بتونن این کار رو انجام بدن. و خب مثلا فیلم گیدوبور اصلا یکی از فیلم‌های شدیداً سیاسی که در ظاهر اصلا سیاسی نیست به خاطر فقط فرمتی که انتخاب کرده. یعنی اصلا انقدر این اذان خودسازی تصویر که اون دوره موقعیت‌گراها انجام میدادن عجیب غریبه. شما دارین کاملا درست میگین، فیلم جستا دقیقاً مثل یک مقاله خوندن میمونه. من به خاطر همین فیلم مقاله رو بیشتر دوست دارم، چون کارکرد فیلم مقاله رو بهتر توضیح میده. شما وقتی میخواین مقاله دانشگاهی بخونید، یک مقاله حرفه‌ای، حالا یا پاورقی داره یا مجبورتون استاد میکنه که برین فلان مقاله رو هم بخونید. دقیقاً تو فیلم مقاله هم همین اتفاق میفته. یعنی فیلمساز نمیاد مثلا بگه این کیست، همون اول ما این پیرمرد کله سفید رو میبینیم، یا یک نفر میدونه این کیه یا در هر حال یعنی با فیلم جستار آشناست و متوجه میشه با نوع زمانبندی فیلم، ولی کلا اون ساختار رو حفظ میکنه. دقیقاً چیزی که شما میگین، فیلم تمام تکنیک ها رو استفاده میکنه، از صدای روایتگر، صدای خود کارگردان، صدای کارگردان، از خود سوژه و صدای کارگردان.
و به قول شما انقدر ارجاعات میده به اتفاقاتی که توی 40-50 سال برای یک جماعتی اصلا اینکه واکاماتسو کیست، حالا سامان از من پرسید، ولی مثلا واکاماتسو کیست، فیلم هایی که ساختن چیست، یا مثلا چرا اینا اصلا اردن رفتن، یا مثلا کن سال 71 که بهش اشاره میکنه چه اتفاقی تو کن میفته که اینا، یعنی همه اینا یک مدلیه که در اصل دو تا اتفاق میفته، یا ممکنه بیننده رو کاملا پس بزنه، یا بیننده آشناست و حالا تشویق میشه بره تمام این ارجاعات رو در بیاره، دقیقاً مثل یک دانشجویی که هایلایت میکنه ببینه من کجا رو باید برم دوباره بخونم، یا اینکه حتی مثلا فقط طرف میگذره. ولی این مدل انتخاب کردن از فیلم اتفاقاً داره یک برخورد دیگه ای رو از مخاطبش میطلبه، یه برخورد فاعلانه تره. یعنی ما چون عادت کردیم تو سالن سینما صفحه در سالن تاریک بشه، سفر رو ببینیم و بعدم تمام شه بریم، اتفاقا این مدل فیلم ها، یعنی حالا من خیلی در رابطه با کیفیت رنگ و اینا صحبت کردم، ولی تو محتوا هم این اتفاق میفته، همش انگار داره به بیننده میگه اگر میخوای باید با من پیش بری. این مدلی نیستش که مثل فیلم داستانی من به تو دلیل فلان رو بگم یا فلان فیگور یا شخصیت فلان حرکت رو بکنه. حتی خود سوژه اینجا داره بازی میکنه، یعنی همون صحنه اول که شما گفتین با نوشه، دقیقاً داره همین تضاد رو همون اول فیلم به ما نشون میده. به قول شما ما آخر فیلم میبینیم هنرمند رنج دیده ایه، ولی از اول فیلم میبینیم چطوری داره به قول من با دنیا داره بازی میکنه که خیلی اصلا با اون رنج کنار نیاد. یا مثلا ما دقیقاً نمیدونیم اون لحظه‌ای که تو تاکسی نشسته آیا داره به همون حرفا فکر میکنه، اما کارگردان چون یک صحبت طولانی باهاش داشته دقیقاً میدونه چه صحبتی رو کدوم صحنه قرار بده تا بتونه مود این آدم رو انتقال بده. به نظرم کاملا درست گفتین، اصلا این مدل فیلم جستار یک مدل دیگه ای از مخاطبش رو هم میطلبه. واقعیت فرق داره با حالا هم بقیه فرمای فیلم مستند یا حالا فیلم‌های تجربی. مرسی دیگه کوتاهش کنین چون وقت میکنم. متأثر ایرانی که نمیرن سراغ این قضیه شاید یه علتش بخاطر سانسور باشه، چون این فیلم اینطور فیلم ساختن صراحت خاصی میخواد و خیلی گفتنی ها رو در واقع گفتنی هم چون صحنه که نه تصویر که نداره آره به اون شکل. خب شاید تو ایران اصلا اجازه ندن که همچین فیلم پخش بشه اگر هم ساخته بشه. حالا من نمیدونم که مستندساز ایرانی به یک چنین اصلا آگاهی میرسن که همچین فیلمی بهتره من سانفعی کوتاه آره. اتفاقا الان یک سری فیلمساز هستن، مثلا من بخوام بگم محمد رضا فرزاد تو تجربه های اخیرش کاملا داره همین کار رو میکنه، تصاویر رو از موقعیت و محیط های مختلف میگیره و حالا سمت و سوی شاعرانه میگیره. یعنی بخوام این کار به خصوص کار آخرش رو بگم، ولی مثلا حالا یه فیلمی هم که میدونم خیلی سر و صدا کرد مثل رادیوگرافی یک خانواده هم دقیقاً داره همین کار رو میکنه. یعنی مسئله اتفاقا انقلاب ایران رو در نظر میگیره و اتفاقا اونجا سانسوری هم وجود نداره. یعنی دقیقاً یکی از مشکلاتی که تو پخش عمومی فیلم داره همینه که فیلم حالا با نگاه کارگردانش کاملا دقیقاً شما اونم دارین درست میگین. یا بله یعنی هم میشه گفت جستاره، هم از تکنیک تصاویر یافته شده استفاده کرده. کارگردان تجربه خودش از انقلاب رو داره از طریق مادرش و اون جدی که مادرش حالا با شریعتی و حالا یک سری شخصیت دیگه داشته رو داره میگه و میگم دقیقاً همین مسئله‌ای که شما میگین. یا باید خودسانسوری کرد، سمت موضوعهای غیر سیاسی رفت، شعر و حالا یه جهان ابستره، یا اگر سمت این موضوع میرین واقعیت به قول شما نمیشه دیگه تصویر عین به این نشون داد. یعنی باید خیلی مستقیم‌تر با دل موضوع برخورد کرد که بتونه مخاطب ارتباط حداقلی دیگه برقرار بکنه. مرسی، خیلی لطف کردی که اومدی. خیلی جلسه مفیدی بود. من همیشه چیزای تازه یاد میگیرم از اوستا، چون خیلی اشراف داره به بحث روز و چیزای تاریخ مصرف گذشته نمیگه. هفته بعدمون چی بود؟ یه برنامه مستند راجع به زنده یاد امین تاروخ ساخته شده که اولین نمایشش هست. میتونی آقای همایون اسدیان و آقای محمد مهدی اسکرپور مهمانان برنامه هستن و فردا هم آناتومی سقوطه
بقیه برنامه رو یادم نیست حالا اعلام میکنیم. مرسی که تشریف بردین تا آخر برنامه موندین. ممنون. خیلی ممنون.